کارش کلاژن سازیه، پوستتو صاف میکنه. بهترین روتین ممکن تو 10 دقیقه همراه هم بیا. اول از همه روی پوست تمیز اسپری آب بزن که پوستت مرطوب بشه. قبل اینکه جذب بشه هیالورونیک بزن. هیالورونیک اسید جاذب آبه، هر گرمش میتونه 6 لیتر آبو به خودش جذب کنه. به عنوان فیلتر هم عمل میکنه که هم مرطوب کننده قویه، همین که عامل ضد پیریه. اثرات مثبتی داره که ایمنی ثابت شده. به خاطر همینه که میگم هیالورونیک اسید رو توی روتینتون داشته باشه. حالا فرقی نمیکنه پوستت چربه یا پوستت خشکه. آبرسانت که جذب شد، وقتش اینه که از یه جوانساز خوب، اونم بافه، استفاده کنی. کارش کلاژن سازیه، توی ترکیباتش عوامل ضد پیری آبرسان داره و پوستت میشه یک دست صاف و شفاف. در آخر هم از مرطوب کننده ها استفاده کن که هم پوستتو ترمیم کنه، هم هیدراسیون نگه داره. قدرت بسیار بالایی در آبرسانی نرم کردن پوست داره که تو 2 مدل لوشن برای پوستای خشک و ژلیش برای پوستای چرب. کپشن رو حتما بخون. این کلیپ هم بپس واسه اون کسایی که میگن روتین پوستی خیلی زمان بره.